آقا تا اون ته را حرف میزنیم. 1 2 3 4 action action my dear it's long shot come here action go clock it. سال فرزان 56 1 5 بگو بهش وقتی که میگم مینا. بهمن قبادی در ترکیه سرگرم ساختن ششمین فیلم بلند خود است. آخرین شعر کرگدن. او به ما فرصتی استثنایی داده تا چند روزی رو همراه او پشت صحنه باشه. بهمن قبادی برای این فیلم از بهروز وثوقی که قهرمان زمان کوتاهی است دعوت کرد. برای اگه من مجذوب سینما شدم ایشون نقش بزرگی داشتن بابت این قضیه و همیشه این حسم الانم که دارم باش مسابقه همچنان اون حس دارم، هیچ تغییری نکرده. این همه سال و روز ما هم بودیم و حرف زدیم سر صحنه و ناراحتی و فیلم کجا میره و بحث کردن سر اینکه این پلان گرفته بشه یا نشه و اینا، همچنان احساسم به آقای وثوقی یکیه و فیلم رو فقط به خاطر ایشون ساختم. بهروز وثوقی بعد از 30 سال کار در ایران و بازی در بیش از 80 فیلم، 30 سال گذشته را در کالیفرنیا زندگی سالمی را گذرانده است. من هر زمانی که برم جلوی دوربین همون آدمم که بودم. کافیه که پیدا بکنم اون نقش رو، دیگه فرقی نمیکنه چه زمانی هست، من چقدر گذشته چقدر کار نکردم. در فیلم آخرین شعر کرگدن او شاعری است که گذشته‌اش را گم کرده و به قول بهمن قبادی بازی زیر پوستی و کم دیالوگی دارد. حقیقتش اینه که اصلا نمیخوام اینو تعارفی بگم به شما که دارین الان اینو ضبط میکنین، میگم که افتخاره برای من که در این فیلم هستم واقعا و فکر میکنم که یه تولدی دیگه من تو سینماست. فیلم آخرین شعر کرگدن سبک متعارفی ندارد. قصه به طور حسی و روز به روز سر صحنه پیش می رود. و دردآوره که تو شرایط اینقدر برای سخت کنن که نتونی برگردی مملکتت و نتونی اینجا فیلم بسازی و اینجا آزادی کامل دارم. اینجا من خیلی راحت تر بودم و این اولین باره که شاید سخت بود، اولین باره، ولی با آرامش درونی، بدون استرس، نگرانی از یک سیستمی به نام وزارت ارشاد، سیستمی به نام اداره سانسور داره فیلم می‌سازی. بازیگران فیلم چهره‌های سرشناس سینمای ترکیه، ایران و اروپا هستند. مانیکا بلوچی، ستاره سینمای ایتالیا و فرانسه، کاراکتر یک زن ایرانی را در فیلم دارد. او میگوید آنقدر به پروژه قبادی علاقه‌مند بود که لزومی به فکر کردن نداشت. Actually, I knew his work and I respect his work very much. And we met in Paris. من کار بهمن رو میشناسم و احترام میگذارم. ما در پاریس ملاقات کردیم. وقتی قصه فیلم رو برام تعریف کرد، عاشق داستان شدم. بهمن کارش رو بلده و به اکتورهاش احترام میگذاره. به علاوه من همیشه برای شناخت فرهنگ‌های دیگه کنجکاو بودم. کار من فقط بازی به عنوان یک اکتور نیست، بلکه تجربه انسانی است. بیلچین بیلگین و یلماز اردوغان، دو بازیگر سرشناس سینمای ترکیه، فقط به خاطر دوستی با بهمن قبادی در این فیلم شرکت دارند. جانر چندروک، هنرپیشه محبوب سینمای ترکیه، نیز نقش جوانی‌های بهروز وثوقی را در این فیلم بازی می‌کند. حضور یک آهنگساز و خواننده ایرانی در فیلم جدید بهمن قبادی خیلی از هواداران او را حیرت زده خواهد کرد. آرش: روز اول من خیلی نروس بودم، اومده بودم یه جور نروس بودم که اصلا بهتون بگم من حتی میرم رو استیج هر چقدر هم باشه اونقدر نروس نبودم و روز اول همون ثانیه اول همه سنای من رو با آقای بهروز می‌شد که من با ایشون هستم و یه نگاهایی به من می‌کرد ایشون. من اصلا گفتم بهمن جان استاپ بذار من یه ذره نفس بکشم. بعد پس خیلی طول کشید لابد سر صحنه این یه ذره طول کشید ولی خوب شد. بالاخره ترست ریخت. بله ترسم ریخت و رفتم توی دنیای خودم و خیلی خوب شد. یعنی فکر می‌کنم حالا اگه تعارف نکردن بهمن چی میگه؟ یا الان تو
در پشت صحنه بهمن قبادی با تیمی کار می‌کند که در فیلم قبلیش کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد در کنار او بودند، از جمله دستیارش سپهر میکائیلیان. کار سخته ولی جذابیت خودش هم داره. شاید دیگه هیچ وقت تکرار نشه ما بتونیم همچین موقعیتی داشته باشیم توی همچین پروداکشنی، همچین پروژه‌ای این فرصت رو داشته باشیم با هم کار بکنیم. و تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری. برای انتخاب لوکیشن ها خب 2 هفته قبل از فیلم برداری من عکاسی کردم ترکیه رو و عکس‌ها رو به هر حال می‌دیدیم به اتفاق ایشون. دوربین دیجیتالیه که در واقع بیسیکلی به عنوان دوربین عکاسی طراحی شده. دوربینی که کمپانی کنون در واقع ساخته و دوربین با کوالیته بالا برای عکاسی. منتها این امکانو برای فیلمبرداری هم گذاشته. بهمن قبادی 1 سالی را برای تدوین فیلم جدیدش خواهد گذراند. The truth is I would love to go to Iran. واقعیت این است که من واقعا دوست دارم با این فیلم به ایران بروم. اگر در ایران اجازه نمایش بدهند. Why not? It's a love story. چرا نه؟ این یک قصه عاشقانه است. نازی بگلری، صدای آمریکا، استانبول. هرچی بره بالاتر بهتره.